قلب اصفهان، جایی که تاریخ و هنر در هم آمیختند، دختری به نام سارا در کنار مادر بزرگش در یک کارگاه قالیبافی کوچک زندگی می‌کرد. مادر بزرگ همیشه می‌گفت هر نخ یک خاطره است، هر گره یک داستان از روح اصفهان. یک شب کنجکاوی سارا او را به سمت فرش نیمه کاره‌ای کشاند که زیر نور ماه می‌درخشید. وقتی دستش را به نخهای طلایی رساند، فرش جادویی او را به سفری حیرت انگیز برد. او در میدان نقش جهان ایستاد، در میان بازارهای پرهیاهو و هنرمندانی که تاریخ را در هر گوشه‌ای از شهر زنده نگه می‌داشتند. سارا با هر گره این سفر عمق عشقش به اصفهان بیشتر شد. هنگام بازگشت به خانه به این فکر افتاد که داستان خودش را به فرش بیفزاید و افسانه‌های مادر بزرگ را زنده نگه دارد.